بسم الله الرحمن الرحیم. پانمال شمس رحمان شمس هستم، استاد کانادا زراعت پانتون کابل، همزمان نامر علمی معاونیت تحقیقات پانتون کابل. در بخش زراعت خصوصا یعنی که برنامه خودکفایی افغانستان است، کنفرانس های برگزار میشه، خودش باعث میشه که مثلا اولین چیزی که باعث میشه که تشویق برای جامعه اکادمیک افغانستان خصوصا در بخش زراعت که تشویق شوند، تلاش کنن، کار کنن و در ضمنش نتایج تحقیقات میتونه یک دستاورد بسیار کلانی برای دولت، برای خودکفایی افغانستان که تحقیقاتی که در سراسر افغانستان انجام میشه اینا چی نتایج داشته و این نتایج میتونه که به اصطلاح مبین نشان دهنده تمام دستاوردهای جامعه اکادمیک افغانستان و از اینا میتونه بهترین استفاده در بخش سکتورهای مختلف مخصوص در بخش زراعت که زراعت افغانستان یک کشور زراعتی و بیشتر کشورم به اصطلاح اقتصادش متکی به زراعت هست، فوق‌العاده یک نقش بسیار بسزای با اهمیت میتونه در بخش به اصطلاح اقتصاد کشور داشته باشد. به دلیل که نتایج از این میتونه و استفاده از نتایج از این میتونه در اوجه بسیار در اقتصاد افغانستان بسیار به اصطلاح مومد واقع شود و بسیار مؤثر واقع شود.